تا فصل انبرس این دوتا ترشی خوشمزه رو حتما درست کن که مطمئنم از خوردنش سیر نمیشی. ترشی اولی که انبه هندی و فوق‌العاده تند و خوشمزه است. فقط کافیه انبه‌هاتون رو خوب بشورید، پوستش بگیرید و مثل کلیپ خردش کنید. بریزینش داخل یه آبکش و بهش نمک و فلفل قرمز و زردچوبه اضافه کنید و بذارید 8 ساعت توی دمای محیط استراحت کنه. بعد از استراحت کف تابتون رو روغن بریزید، ادویه‌های داخل کپشن، سیر تازه و فلفل قرمز تند، انبه ها رو اضافه کنید، یه قاشق شکر هم بهش اضافه کنید و بعدم سرکه سفید بذارید ربع ساعت بجوشه. بعدم سیادونه اضافه کنید و بریزین داخل ظرفتون. واسه اینکه رنگ و طعمش تغییر نکنه داخل یخچال نگه دارید. واسه ترشی دوم که ترشی جنوبیه، انبه‌هاتون رو بشورید، حلقه‌ای کنید و بهش نمک و زردچوبه اضافه کنید و بذارید 8 ساعت استراحت کنه. بریزین داخل قابلمه‌تون رو بهش تخم گیشنیز، سیادونه و پودر انبه اضافه کنید. شکرم بهش اضافه کنید و روغن، سیر تازه، فلفل قرمز و سرکه. بذارید ربع ساعت تا 20 دقیقه بجوشه. بعدم بریزین داخل ظرفتون. حتما این دوتا ترشی خوشمزه رو درست کن که مطمئنم خیلی خوشت میاد.